یکم سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری جین لیتسیون ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان سهم بانک را در رشد انفراستراکتور استوار و تحکیم همپیوندی کشورهای منطقه نمایان نمودند. تاکید گردید که بانک در تطبیق 4 لایحه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی بیش از 430 میلیون دلار اشتراک دارد، از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و پل بزرگ ماشینگردی درازیش 920 متر در ناحیه نورآباد. در این ضمن بانک تصمیم گرفته است که مبلغ‌گذاری خود را به نیروگاه راغون به مقدار 500 میلیون دلار آمریکایی رساند. جانب‌ها امکانات وسیع همکاری در سمت انرژتیک سبز از جمله ساختمان و نوسازی نیروگاه‌های برقی گوناگون اقتدار و استفاده دادن دستگاه‌های آفتابی و بادی را محاکمه نمودند. دستگیری مالیوی بانک برای تطبیق لایحه‌ها در سمت اداره‌کنی ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و یخ و جلب تکنولوژی‌های معاصر نظارت و مانیتورینگ ضرور شمرده شد. با تقویت همگرایی نقلیاتی، رشد انفراستراکتور آن و نوسازی نظام‌های کمونالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. همکاری برای جلب سرمایه خصوصی، رشد شکل‌های اینواسیونی مبلغ‌گذاری و اصول‌های نوی مالیوی از سمت‌های آینده‌دار رابطه‌ها نامیده شد.